به نام خدا، رضا نباتی هستم، مدیر مجموعه رویا سازان. رشته مهندسی مترولوژی تحصیل کردم. در حوزه بازرگانی، واردات کالا، مبلمان، طلا، لوازم آشپزخونه و ماشین آلات از کشورهای چین، کانادا، کره و امارات واردات کالا داشتم. چون به تولید ساختمان علاقه داشتم، پا در این عرصه گذاشتم. فکری که ما در رویا سازان داریم این که شور و شعف و حال خوب به مشتری بفروشیم و ایجاد کنیم برای مشتری. به قول استاد عزیزم آقای پرویز درگی، کیفیت لازمه هر کالای هستش و این وجه تمایز برای هر کالایی محسوب نخواهد شد. پروژه 8 واحدی رویا سازان خیابان آقادانا رو به عنوان اولین کار در روز ما داریم که به صورت متفاوت ایجاد شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. بعد از اون پروژه های دیگه مثل شیخ صدوق، خیابان میرزا طاهر، پروژه صنعتی خمینی شهر شکل گرفت. در حال حاضر در حال اجرای پروژه صنعتی سوبار در شهر صنعت خمینی شهر با زیربنای 3600 متر مربع مشغول هستیم. چیزی که برای ما ویژگی و امتیاز رویا سازان هست در واقع اجرایی که منطبق بر طراحی انجام شده بدون انحراف و از دیگر مواردی که مورد نظر ما بوده، کاربری‌های مناسب، استفاده بهینه از انرژی و دیگر موضوعاتی که در صنعت ساختمان بسیار حائز اهمیت هست. شعار ما در رویا سازان تجربه یک زندگی رویایی هست. امیدوارم که بتونیم روزهای خوبی رو برای مشتریانمون رقم بزنیم.